سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم با یه تله خیلی خفن. اول میایم 3x3 دو بلاک میریم پایین. بعد از اینکه رفتیم میایم دیسپنسر رو به همین شکلی که میبینید توی این ساله میذاریم. بعد از اینکه گذاشتیم میایم این وسطی رو میکنیم، به این هم دیسپنسر میذاریم به همین شکلی که میبینید. بعد توی همین دیسپنسرها توی همشون از اینا میذاریم. اینا گذاشتم. بعد از اینکه گذاشتید میاید اینجا و بعد روی اینا میپوشونید. و این وسطیه که بود اونو نگه میدارید و توی این وسطیه از اینا میذارید و این تلمون درست شد و کامل. اگه کسی اومد افتاد تو این تله و میره بالا میفته میمیره. و ممنون که این ویدیو رو دیدید. تا یه ویدیو دیگه خدا حافظ و از چنلمون حمایت کنید و ویدیومون رو لایک کنید. خدا حافظ.